Bonjour mes amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des verbes et de leur conjugaison. سلام دوستای خوبم، حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب باشید. امروز میخوایم درباره افعال و صرف اونها صحبت کنیم. افعال در زبان فرانسه به 3 گروه تقسیم میشن. افعالی که گروه اول هستن مصدرشون به اغ ختم میشه، مثل aimer یعنی دوست داشتن. افعال گروه دوم افعالی هستن که مصدرشون به ir ختم میشه، مثل finir تموم کردن. و افعال گروه سوم افعال بیقاعده هستن، مثل être و avoir که اینها رو درس‌های قبل صرف کردیم. امروز درسمون در مورد افعال گروه اول هست. میخوایم یاد بگیریم که چجوری قراره صرفشون بکنیم. این گروه از افعال بیشترین تعداد افعال زبان فرانسه رو به خودشون اختصاص میدن و صرف کردنشون یه فرمول ساده داره. برای صرف کردن این افعال ما اغ در انتهای مصدر فعل رو حذف میکنیم و به جاش این ترمینزون ها رو میذاریم. برای ژ میذاریم، tu es، il elle on دوباره nous ons، vous ez، il elle ent. اینجا با مثال یاد میگیریم. فعل parler یعنی صحبت کردن، اغ رو بر میداریم و ترمینزون هایی که گفتم براتون میذاریم. چی میشه؟ je parle، tu parles، il elle on parle، nous parlons، vous parlez، il elle parle. دقت کردین چی شد؟ ما فقط این دوتا فعل رو متفاوت تلفظ میکنیم، ما بقیه همه یه جور خونده میشه. یعنی نوشتنشون یه سری حروف نوشته میشه منتها خونده نمیشن. je parle، tu parles، il elle on parle، il elle parle. اینا همشون یه مدل خونده میشه. فقط nous parlons، vous parlez متفاوت خونده میشن. اینجا چند تا مثال پرکاربردتر براتون گذاشتم. افعال رو با جملات، داخل جملات استفاده بکنیم. همه این افعال همون جور که پغله رو ما صرف کردیم صرف میشن. اینجا چند تا مثال توی جمله براتون آوردم. aimer یعنی دوست داشتن. j'aime le chocolat، من شکلات دوست دارم. regarder تماشا کردن. il regarde la télé، اون تلویزیون تماشا میکنه. manger خوردن. nous mangeons du pain، یعنی ما نان میخوریم. commencer شروع کردن. nous commençons à travailler، یعنی ما شروع به کار کردن میکنیم، شروع میکنیم به کار کردن. travailler یعنی کار کردن خودش یک فعل گروه اول هست. donner دادن. ils donnent des cadeaux، آنها کادو میدهند. parler حرف زدن، صحبت کردن. vous parlez français، شما فرانسوی حرف میزنین. اینجا یه نکته بگم بهتون، یادآوری اگه یادتون باشه قبلا گفتین تو درس اول فکر میکنم، حرف ژی اگر بعدش ا او او بیاد صدای گ میده و حرف سی اگر بعدش ا او او بیاد صدای ک. اینجا ما توی این دوتا فعل manger و commencer برای نو که ons اضافه میشه
او اگر بلا فاصله بعد از ژی بیاد باید بخونیم مانگون، در حالی که ما میخونیم مانژون. بنابراین استثناءً اینجا سر جاش میمونه که صدای ژ حفظ بشه. میخونیم نو مانژون و استثناءً یه دونه اینجا میمونه. بقیه ضمایر خودشون بعد از ژی دارن و اتفاق خاصی نمیفته، مثل همه افعال صرف میشن. در مورد کامانسه هم چون بعد از حرف سه او میاد باید بخونیم کامانکون، در حالی که ما میخونیم کامانسون. و برای اینکه حرف سه صدای س بده اینجا اکسان رو اضافه میکنیم، استثناء برای ضمیر نو. خب افعال پرکاربرد گروه اول رو اینجا براتون آوردم، همشون همون مدلی صرف میشه. اقروما حذف میکنیم از انتهای مصدر و ترمینزون هایی رو که گفتم بهتون اضافه میکنیم. من بخونم براتون، فقط اسم افعال رو براتون میخونم. ژته یعنی انداختن، پرتاب کردن. اپله نامیدن، صدا زدن. شانته ترانه خوندن. دانسه رقصیدن. ترویه کار کردن. اتودیه مطالعه کردن، درس خوندن، تحصیل کردن در واقع. تخووه پیدا کردن. ژوه بازی کردن. ایکوته گوش کردن. ویزیته ملاقات کردن و اشته خریدن. من این دوتا رو براتون صرفش رو کامل نوشتم چون باز استثناءً ما غیر از ترمینزون هایی که گفتم، ضمایر غیر از نو و وو، بقیه ضمایر حرف قبل از دوباره تکرار شده. ببینین ژ ژت، تو ژت، حرف ت دوباره تکرار شده. و در مورد اپله ژاپل، این ال دوباره تکرار شده، استثناءً در مورد نو و وو مثل همه افعال صرف شده. میخونم براتون. Je jette, tu jettes, il, elle en jette, nous jetons, vous jetez, il, elle jette. J'appelle, tu appelles, il, elle appelle, nous appelons, vous appelez, il, elle appelle. در مورد این فعل شما دقت بکنین. il, elle jette, il, elle jette. این دوتا ضمیر شما فقط توی جمله متوجه میشین، یعنی وقتی راجع به یه نفر صحبت میشه متوجه میشیم که مفرد هست و وقتی راجع به چند نفر صحبت میشه متوجه میشیم که چند نفر، یعنی از متن داستان یا صحبت ها متوجه میشیم که راجع به تعداد زیاد حرف میزنیم یا تعداد کم. اینجا البته ال اپل، ایل اپل، یکی ایل زپل، ال زپل، اینجا از اون لیزونی که اتفاق میفته هم میتونیم متوجه بشین که جمع هست یا مفرد. والا اینم از درس نهممون، درسی که راجع به افعال بود. دسته‌بندی افعال رو گفتیم و افعال گروه اول رو آموزش دادیم که چطور صرف بشن و افعالی که پرکاربرد هستن رو هم براتون آوردم. یکی از افعال رو به دلخواه توی کامنت ها صرف بکنید. جلسه بعد ما درباره حروف تعریفی که قبل از اسامی میاد و تفاوتاشون صحبت میکنیم. به امید دیدار. ابیانتو.